والا بچه‌ش امروز چقدر خنک شده. والا خیلی خنک شده و یک شکارم دگیر ما نمیاد دی خونه کی بی پیسگی با خدا نمیفهم چی کنیم. خرچی هم خلاص شده جیب خالی است. چی کنیم؟ با خدا یک شکار اگه گیر ما میومد بیخی طالی میکردیم. خب یا خدا مهربان است برای ما. Who are they? Maybe they can help me. Hi guys, can you help me? چی میگی تو؟ ما گپ تو را نمیفهمیم. یک بار داو نزنه ای ما را. نه شاید خدا نزنه. چی میگی؟ Where is the Jeep project? چی میگی؟ بیادر ما گپ تو نمیفهمیم. صحیح اگه فارسی ها داری فارسی بگو. ما از زبان مادری خود پای بچلک میخوریم تو اومده انگلیسی گپ میزنی. راست میگه اگه فارسی ها داری فارسی بگو ما برای مشکل حل کنیم. اوه ببخشید فارسی اوقات نفهمید. پروژه جه کجا؟ خب پروژه جه میگی؟ منظورت همون طرف برو همون طرف هست. رو برو هم سرک راست برو همون طرف پروژه جه. اوکی تانکس بای بای. بچه بخیرم از خارج آمده. خوب شکار است. همشه باید بخوریم. اونجا کم ضرر طرف بره. ای که خوب شکارک دگیر ما ما دی خودی که این شکار خداوند برای ما رایی کرده. بخیر تو حالا بیشی کم دور بره باز. همشه میخ. خوب شکارک هست. امیال وقتش هست. باید بریم. تو بگیری هیچ خبر نشه. پرت چکر. بخیر که بریم به جانش. خیرات خواست بیاداره چی بیتون میداریم؟ داره شما دوز هستین؟ چی دوزی چی کاری چی ما میریم کار داریم. نه یک دقیقه ایران شما باشین چی؟ ما کار داریم ایلا که ما میریم. نه شما باش. شما رو دوز هستین؟ ما دروغ نگی ما دوزی نگی. دروغ نگه خودم این خمیگه شما باشین اینجا شما میرین شما باشین تلفن از خودم هست ایلا که ما میریم. شما باشین یک 5 دقیقه شما رقم معلوم میشه. بیادر شما از خارج آمدین؟ یس بله. بیادر ما از خارج آمده به جایی که برای ازی کمک شین شما لوازم میشه گرفتین. مردم افغانستان با میهمان نوازی خیلی مشهور است. به جایی که شما را قدر عزت بدین وسایلش گرفتین وسایلش پس بیتین و ازشون منظورات خواهی بکنین. ببخش لالای ما اشتباه کردیم ببخش. لالا جان بخشی باشه. بخشش باشه. باشه. بریم هر جایی که میری ما خودم میرسانم میتونم مدد به خانه کی کار داریم ما با نشون میتونم خونه شد. بریم بخیر. تشکر از شما.